در غروب گرم سمنگان، رستم، پهلوان نامدار ایران، بر رخش تیزپا میتازد. غبار دشت زیر گام‌های اسب به هوا میرود. با سرنوشت، آرام و بی صدا قدم به میدان میگذارد. در تالار روشن از نور مشعل‌ها تهمینه، دختر شاه سمنگان، با وقاری رویایی قدم بر می‌دارد. چشمانش بر رستم می‌افتد، بر پهلوانی که آوازش در سراسر جهان پیچیده است. در آن لحظه پیوندی بسته شد، پیوندی که آینده دو ملت را دگرگون می‌کرد. زمان گذشت. نوزادی کوچک به نوجوانی نیرومند بدل شد. سهراب با دستانی قدرتمند و چشمانی جستجوگر آرزو داشت پدرش را بیابد. تهمین نشانی رستم را برگردنش آویخت و گفت روزی حقیقت را خواهی دانست. اما جهان همیشه مهربان نیست. سپید دمسرد. دو سپاه در برابر یکدیگر می ایستند. در یک سو سهراب جوانی بلند آوازه، در سوی دیگر رستمی خاموش چهره پوشیده و هیچ یک نمی دانستند که خونه یک پدر و پسر مقابل هم ایستاده است. نبرد آغاز شد. فریاد شمشیرها، غرش خاک، ضربه بر ضربه، سایه بر سایه. دو پهلوان همچون تندر و طوفان بر هم میکوبیدند، بیخبر از حقیقت تلخی که میانشان نهفته بود. سرنوشت خنجر خود را فرود آورد. سهراب بر خاک افتاد. رستم نشانی آشنا را بر گردن او دید. چشمانش لرزید، صدا در گلویش شکست. آه فرزندم، تو پسر منی. در غروب خاموش دشت رستم پیکر سهراب را در آغوش گرفت. باد بر خاک می‌وزید و جهان شاهد یکی از تلخ‌ترین حماسه‌های تاریخ بود. حماسه‌ای